درود دوستان، اینجا اینوبیته و ما میخوایم توی این ویدیو یکی از بهترین ایردراپ های تلگرامی که به زودی لیست میشه و قابل برداشته رو بهتون معرفی کنیم. فقط ممنون میشم قبل شروع ویدیو روی دکمه لایک و سابسکرایب بزنید تا به ما انرژی بدید. بزنید بریم سراغ ویدیو. مثل همیشه اول وارد تلگرام خودمون میشیم. خب اگه تا الان ربات استارت نزدید میتونید وارد کانال تلگرامی ما بشید و با سرچ کلمه cex.io پست مربوط به این ربات رو پیدا کنید و روی لینکمون کلیک کنید تا وارد این ربات بشید. خب وقتی که ربات استارت زدید واردش میشیم، امکان داره برای شما یکم بیشتر طول بکشه تا لود بشه. فقط اون لحظه ربات بیرون نیایید تا نبره و دوباره این تایم رو صبر نکنید. بریم سراغ آموزش ربات. این ربات چیز خاصی نداره و این ویدیو فکر کنم خیلی کوتاه بشه. اول مثل همه ربات‌ها یه بخش داره که با کلیک کردن شما یه مقدار توکن به دست میارید. اما یه فرقی که با بقیه ربات‌ها داره اینه که این بخش قابل بوست نیست و فقط میتونید با یک انگشت کلیک کنید و مخزنش هم 100 تایی و قابل ارتقا دادن نیست. خب این بخش تموم شد. هر چند ساعت این مخزن پر میشه و به ازای هر یک دعوت از دوستانتون 100 تا دونه به مخزن اضافه میشه، ولی فقط برای همون یک بار. دفعات دیگه همون 100 تا دونه رو دارید. بریم سراغ بخش بعدی، تسک. خب توی این قسمت ما ماموریت‌های زیادی داریم که با انجام دادنشون به اون مقداری توکن میده. حالا چون ما انجامش دادیم رفته توی قسمت کامپله. اگه دقت کنید تسکای زیادی انجام دادیم و به ازای هر کدوم تقریبا 1000 تا یا 2000 تا گرفتیم، هرچند بعضی‌هاشون خیلی بیشتر از این مقدار هستن. برای مثال ما با دعوت 20 از دوستامون 50000 تا توکن گرفتیم. اگه شما یک کانال تلگرامی بزرگ یا یه صفحه اینستاگرامی بزرگ داشته باشید، میتونید با اینوایت 100 تا از دوستاتون 500000 تا توکن این ایردراپو بگیرید. یه نکته هم که داره، ما با استفاده از همین بخش میتونیم 800000 تا از سکاشو به دست بیاریم، ولی باید یک مقداری پول خرج کنیم که ما این را فعلا پیشنهاد نمیدیم و زمانی که متوجه شدیم واقعا پول خوبی دستمون میاد این را بهتون آموزش میدیم و ویدیوشو تو همین صفحه آپلود میکنیم. پس روی دکمه سابسکرایب بزنید تا ویدیوی ما رو از دست ندید. خب قسمت بعدی، قسمت فار. دقیقاً به همین دلیل ما نمیتونیم تو قسمت اول یعنی تب گنجایش مخزنمون و تعداد توکنی که با هر ضربه میده بوست کنیم و افزایشش بدیم. تو قسمت فارم ما ربات استارت میزنیم و بعد از چند ساعت برامون مقداری توکن جمع میکنه به صورت خودکار. نیازی نیست نه شما سفر رو باز کنید و یا حتما تو ربات یا تلگرام باشید. اگه به اینجا دقت کنید گفته شما 4 ساعت دیگه میتونید هر مقداری که ربات جمع کرده رو کلیم کنید. مقداری که جمع میکنه هم متغیره. بعضی اوقات 400 تا جمع میکنه، بعضی اوقات 500 تا، بعضی اوقات 700 تا، ولی بالاتر از 700 تا من تا حالا ندیدم و شما از 400 تا میتونید کلیم کنید. به همین علت نیازی نیست ما وقت زیادی واسه این ربات بذاریم و با روزی 5 دقیقه سر زدن به این ربات ما میتونیم مقدار خوبی توکن به دست بیاریم. برای همینه که من میگم وقت گذاشتن برای این ایردراپ خیلی به صرف است. خب قسمت اسکواد. تو قسمت اول مقداری که کل اسکوادتون جمع کرده رو نشون میده. حالا این اسکواد تشکیل شده از چه کسانی هستن؟ افرادی هستن که شما دعوتشون کردید و روی لینکتون کلیک کردن و شروع به جمع‌آوری این توکن کردن. این دعوت کردن دوست چند تا مزیت داره. اولیش همون تو قسمت تب به ازای هر یک نفر 100 تا دونه توکن به مخزنتون اضافه میشه. تو قسمت تسکن برای مثال برای 20 نفر شما 25000 تا از این توکن رو میگیرید، برای 50 نفر 200000 تا و برای 100 نفر 500000 تا. این مقدارهایی که میگم برای این توکن خیلی قابل توجهه و احتمالاً دیگه صفری تو این ایردراپ از تعداد سکایی که دارید کم نمیشه. مزیت دیگه‌ش هم اینه که 10% از مقداری که دوستانتون استخراج میکنن به شما تعلق میگیره و برای جمع‌آوریش هم کافیه بیایید تو قسمت اسکواد بر روی این دکمه کلیم کلیک کنید. تو قسمت یور تیم هم تعداد دوستانتون رو نشون میده. راستی تو ویدیو قبلا بهش اشاره کردیم. این ربات همین 2 روز پیش تیک آبی خودش گرفت و مهر تایید روی معتبر بودن خودش زد. این بود آموزش کامل این ربات. چیز خاصی نداشت و شما راحت میتونید این ربات رو از توی کانال ما پیدا کنید و استارتش کنید و با روزی 5 دقیقه در نهایت شاید $1000 یا بالاتر درآمد کسب کنید. خیلی ممنون میشم اگر ویدیوی ما خوشتون اومده لایک و سابسکرایب کنید و برای دوستانتون هم بفرستید تا با این ایردراپ آشنا بشن. تا درودی دیگر، بدرود.